عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز. در خدمتون خواهیم بود با پیوستارهایی در خصوص آموزش‌های روانشناسی. سعی می‌کنیم این آموزش‌های روانشناسی که در این گروه ارائه میشه با توجه به نیازهایی که دانشجویان و متخصصین عزیز دارن این مباحث گردآوری بشه و نهایتاً در قالب کارگاه و در قالب کلاس آموزشی انشاءالله در خدمتون خواهیم بود. در کنار این موضوعاتی که عمومی هست و به درد عموم مردم هم خواهد خورد، همانند بحث آموزش مهارت‌های زندگی، آموزش مهارت‌های تاب‌آوری یا مهارت‌های ارتباطی و موضوعات از این دست انشاءالله در دستور کارمون خواهیم بود که بتونیم قدمی هرچند کوتاه در راستای اطلاع و ارتقای سلامت روانی مردم و شهروندان انشاءالله برداریم. گروهی که در خدمتون هستیم با همین هدف کار خودش رو از امروز شروع خواهد کرد و اینکه ما یک تیم هستیم در واقع با تنوعات تخصصی مختلف. قبل از هر چیز من خودم معرفی کنم. بنده دکتر محمد مهدی صلاح هستم، دارای دکترای تخصصی روانشناسی سلامت. همکار دیگرمون که در این گروه با توجه به تخصصشون ایفای نقش خواهند کرد سرکار خانم دکتر آرزو صالحی هستن. ایشون رزیدنت اعصاب و روان هستن و در نهایت ما افتخار اینو داریم که در کنار آقای دکتر ایوب آقا رحیمی از پیشکسوتان عزیزمون، ایشون جامعه شناس هستن و تخصصشون روانشناسی اجتماعی خواهد. امیدواریم که تو این مدتی که در خدمتون هستیم بتونیم در یک پیوستار منظم مطالب رو خدمتون ارائه کنیم و بتونیم اون چیزها و اون مواردی که در ذهنمون هست و به عنوان هدف برای تشکیل این گروه در ذهن داشتیم و بتونیم به مسیر ظهور بذاریم. خب دوستان عزیز، ما فکر کردیم که خب آموزش هامون رو از چی شروع کنیم، با چه موضوعی در به قولن اون بخش اول آموزش هامون ارائه کنیم. فکر کردیم که خب در حوزه متخصصین، روانشناسان، مشاوران و روان درمانگران عملاً بحث آموزش مصاحبه بالینی به عنوان اولین منبع یادگیری همیشه یاد شده ازش. در واقع یک این بحث مهارت‌های مقدماتی مصاحبه بالینی به عنوان بخش شکل‌دهی هویت دانشجویان این رشته محسوب میشه، به عنوان قلب آموزش حرفه‌ای در حوزه سایکوتراپی شناخته میشه و اینکه مهارت‌هایی که در این موضوع قابل توجه هست و دوستان و عزیزان و متخصصین باید اون رو کسب کنن انقدر اهمیت داشت که ما این موضوع رو به عنوان موضوع اول در بخش اول کار بهش بپردازیم. خب اگر بخوایم در مورد روند جاری آموزش هامون صحبت کنیم خدمتتون، اینو باید بگم که ما سعی میکنیم که موضوعات رو گام به گام و به صورت پیوستاری منظم خدمتتون ارائه کنیم. بحث مهارت‌های مقدماتی مصاحبه بالینی و تشخیصی که سعی میکنم به صورت گام به گام این مطالب رو خدمتتون معرفی کنم. قبل از که برم سراغ بحث مصاحبه لازمه اینو بهتون بگم که منابعی که قراره در موردش صحبت کنیم سعی میکنم از کتاب تالیفی خودم هست با نام مهارت‌های مقدماتی در مصاحبه بالینی و تشخیصی که سعی کردم با رویکردی گام به گام باشه، به شکل کارورزی باشه و اینکه بتونیم در گام‌های کوتاه این مهارت رو به
متخصصین علوم رفتاری، به ویژه روانشناسان بالینی، اینو آموزش بدیم و سعی کنیم که این بیس و پایه رو هرچند که بتونیم قوی‌تر و محکم‌تر بنا کنیم، قطعاً ما با تشخیص‌های بی‌نقص‌تر و روندهای درمانی کوتاه‌تر خواهیم داشت و اونها رو بتونیم مؤثرتر در سایکوتراپیمون به کار ببریم. قبل از هر چیز کتاب و خدمتتون معرفی کردم از انتشارات تخت جمشید و انشالله مطالبمون رو سعی میکنم به زبانی فوق‌العاده ساده در یک محیط دوستانه انشالله ارائه بدیم که شما هم بتونید بهره مند بشین از این مطالب. سعی کردم اسلاید هایی هرچند خلاصه براتون تهیه کنم و در قالب این اسلاید ها شما هم بتونید ببینید و در قالب اسلاید مطالعه کنید، هم من بتونم با کلام خودم اون بحث انتقال اطلاعات رو به شما و آموزش رو انجام بدم. خب ببینید، ما اگر بخوایم شروع مصاحبه بالینی رو آموزش مصاحبه بالینی شروع کنیم، قطعا باید اول بریم سراغ اینکه چقدر با اهمیت هست یک مصاحبه بالینی. همینطور که دوستان مستحضر هستن، این بحث مصاحبه بالینی اینقدر مهم و حیاتی هست که همه بزرگان علم روانشناسی معمولاً در مورد اون حداقل یک جمله یا یک پاراگراف صحبت دارن. خب اگر بخوایم از بزرگان روانشناسی یاد کنیم، از کار راجرز میتونیم یاد کنیم که به حق بحث مصاحبه بالینی رو بسیار خوب و کوتاه تعریف میکنه. تعریفی که کار راجرز از این موضوع داره اینه که نتیجه 1 ساعت مصاحبه بالینی دقیق شاید برابری بکنیم با مجموعی از استفاده کامل از تست های روانشناسی در مورد یک نفر. یا اینکه اگر بخوایم یک صحبتی رو از دکتر شاملو ارائه کنیم خدمتتون، بحث این که ایشون میفهمن که طی 30 سالی که حالا تجربه داشتن توی روش‌های مختلف تشخیصی و درمانی با مراجعینشون، بحث این که مصاحبه بالینی به عنوان یک ابزار مهم برای یک متخصص برای تجزیه و تحلیل و تشخیص خب استفاده میشه و گاهن اگر روانشناسی توی این زمینه ضعفی داشته باشه و یا اینکه مصاحبه خوبی رو انجام نده، در نتیجه تشخیص خوب و مثمر ثمر و با ارزشی نخواهد داشت و در نهایت طرح درمانی خوبی رو شاید نتونه برای روان درمانی مراجعش به کار بگیره. اگر بخوام خیلی خلاصه در مورد اهمیت مصاحبه بگم خدمتتون، اینی که مصاحبه اگر به خوبی انجام بشه، ماحصل اون نهایتاً تدوین طرح درمانی خوبی هست که روانشناس یا مشاور بتونه اون رو برای جلسات درمانی خودش در نظر بگیره و با تشخیص درستی که داده راه درست درمان رو بتونه در پیش بگیره. اگر بخوایم در خصوص زیر مجموعه مصاحبه که انشالله در جلسات آینده این موضوع در کانال قرار خواهیم داد صحبت کنیم، خب اینا رو میتونیم تقسیم بندی کنیم به مواردی چون بحث نشانه شناسی، بحث های طبقه بندی، بحث سنجش و ارزیابی وضعیت روانی مراجع، چگونگی تدوین طرح‌های درمانی و در نهایت یک نحوه کلی به صورت گام به گام در خصوص انجام مصاحبه تشخیصی پیش روی ماست و امیدوارم که بتونیم به خوبی در مورد این موضوعات صحبت کنیم و بتونیم قدم‌های خوبی در زمینه برداریم. اگر که بخوایم در یک کلام و در یک جمله در واقع مصاحبه رو تعریف کنیم، خب مصاحبه بالینی رو میتونیم هم به عنوان یک هنر بهش نگاه کنیم و هم به عنوان یک علم.
و ترکیب این دو هست که از یک روانشناس یک مصاحبه خوب از یک مراجع میتونه بیرون بیاد و اون مصاحبه باشه مبتنی بر تشخیص، یک تشخیص درست. شاید این جمله دکتر شان رو خیلی ها در کتاب ها و رفرنس های مختلف خونده باشن که علل عمده بحث سرگردانی مراجعین ما و مشکلاتی که در مورد اونها و درمانشون اتفاق میفته از مصاحبه نادرست شروع میشه. مصاحبه نادرست نتیجه‌ای جز درمان نادرست نخواهد داشت. پس شاید همین اسلاید نشون دهنده این موضوع هست که اهمیت مصاحبه بالینی چقدره و متخصصین علوم رفتاری، روانشناسان بالینی و کسایی که در حوزه درمان فعالیت میکنن شاید این موضوع بیشتر به چشم بیاد براشون و برای اونها بسیار حیاتی باشه که بتونن این هنر و این علم رو هرچه بیشتر با توجه به تغییراتی که اتفاق میفته بتونن یاد بگیرن و بعد از بحث یادگیری استفاده عملی در اتاق درمان هست که ما بتونیم از مسائلی که یاد گرفتیم به صورت عملی در اتاق درمان استفاده کنیم، در واقع بهترین استفاده را کنیم. اگر بخوایم بریم سراغ یک تعریف خلاصه و شاید جامع از مصاحبه، خب مصاحبه همینطور که در اسلاید ملاحظه می‌فرمایید بحث یک موقعیت کنترل شده است که شخصی به عنوان مصاحبه‌گر پرسش‌هایی از یک مراجع که به اون مراجعه کرده خب میپرسه. در واقع این ارتباط یک ارتباط حرفه‌ای هست و یک تلاش دو جانبه هست که با هدفهای مورد توافق طرفین قراره به یک نتایج خوبی برسه. اگر بخوایم مصاحبه رو یک تعریف دیگه از یک زاویه دیگه بهش نگاه کنیم، بحث رابطه کلامی چهره به چهره‌ایه که سایر روش‌های مثل ارزشیابی شخصیت، بحث تشخیص و به منظور گردآوری اطلاعات با توجه به اون فرد و اطلاعاتی که به ما میده ازش استفاده میکنیم. در واقع یک ابزار مفیده برای روانشناس و شاید بگیم در حال حاضر تنها ابزار یک روانشناس هست که ما بتونیم یک سری دیتاها و اطلاعات خوب و به درد بخور از مراجعمون کسب کنیم و طی اون اطلاعاتی که کسب میکنیم بتونیم تشخیص خوبی در خصوص مشکل یا اختلال احیانا در مورد مراجعمون داشته باشیم. نکته‌ای که اینجا لازمه بگم بحث این هست که ما یک جمله خیلی کوتاه و مهم هست که در واقع ارتباط به عنوان قدم اول مصاحبه باید بهش توجه کنیم و مصاحبه رو به عنوان قدم اول درمان در نظر بگیریم. یعنی در تقریبا 2 خط ما دنیایی از کلام و تکنیک رو تونستیم تعریف کنیم. ارتباطی که قدم اول مصاحبه هست و مصاحبه‌ای که قدم اول درمان محسوب میشه. خب در واقع ما در کار کلینیکال همه فعالیت هامون با مصاحبه شروع میشه. در واقع مصاحبه شاید برای درک مراجع تا جایی که مراجع بتونه به درمانگرش اعتماد کنه یکی از تعاریف و زوایای پنهان این بحث یادگیری مصاحبه هست که بتونیم یک استارت گفتگوی کلینیکال و اکادمیک رو بزنیم و بتونیم با ارتباط خوبی که با مراجع برقرار میکنیم عملاً مصاحبه خوبی رو از ابتدا تا انتها مدیریت کنیم. اگر بخوایم یک برآورد داشته باشیم که ما در جلسات آینده قراره در مورد چه موضوعاتی ادامه این بحث رو بدیم،
خب تو این اجزای مصاحبه رو که در این اسلاید مشاهده میکنید بحث اهمیت و تکنیک های رابطه درمانی هست. در گام دوم تکنیک های خود مصاحبه هست، بحث سنجش وضعیت روانی و در نهایت تشخیص و فرمول بندی از مواردی هست که ما در روزهای آتی بهش خواهیم پرداخت. از بحثمون خارج نشیم، داشتیم در مورد رابطه درمانی صحبت میکردیم و اینکه رابطه درمانی در واقع یک ارتباط خوب و قوی هست که باعث میشه که مراجع گزارش بکنه نشونه هاشو و اینی که ما بتونیم موانع ارتباط رو در این زمینه بشناسیم، اگر مانعی وجود داره موانع رو حذف کنیم، اگر نیاز به یک سری اصلاحات در اون ارتباط وجود داره اونها رو بشناسیم و اصلاح کنیم. خب اگر یک تعریفی از اجزای مصاحبه بر اساس کتاب اوتمر بخوایم داشته باشیم، بحث این که رابطه درمانی اینگونه تعریف میکنن که چگونگی برقراری ارتباط بین بیمار یا مراجع و مصاحبه‌گر است. خب اینی که در قالب دو مصاحبه بینشگرا در واقع و علامتگرا این رابطه درمانی شکل میگیره. خب در بحث مصاحبه بینشگرا به تفسیر نشانه ها خواهیم پرداخت و در مصاحبه علامتگرا خب به صورت نشانه محور و بر اساس رویکردهای DSM نگاهی به اون خواهیم داشت و اینکه ما بتونیم در رویکرد توصیفی رابطه درمانیمون یک تعامل مثبت قوی بین مصاحبه‌گر با مراجعمون ایجاد کنیم، یک درک دو سویه، یک اعتمادی که از نگاه، یعنی از همون اولین نگاه رویارویی یا حتی برگردم به قبل‌تر، از زمانی که مراجع شما وارد کلینیک شما میشه، اون احساس اعتماد، اون نگاهی از جنس اعتماد رو حس کنه، اون احساس امنیت رو با وجودش، با سلول بدنش بتونه حسش بکنه و شروع این مصاحبه با این رابطه درمانی با این کیفیت قطعا مورد نیاز همه درمانگران هست که بتونن شرایطش رو ایجاد بکنن. خب اگر که ما بخوایم از لحظه ای که مراجع به قولن در رو باز میکنه و وارد اتاق شما میشه، عملا روانشناس با همون نگاه اول، حالا بر اساس ایجاد تجربه هایی که در آینده کسب میکنه، خب اون ارتباط درمانی و اون ارتباط حرفه‌ای رو با مراجعش باید شکل بده. خب اهمیت گفتگوی ارتباطی و ابتدایی در هنگام که مراجع وارد اتاق میشه، خب شاید به عنوان اولین تجربه برخوردی بیمار یا مراجع با روانشناس و روان درمانگر خب خیلی حائز اهمیت، خیلی باید بهش توجه کرد و اینکه ما بتونیم با استفاده از تکنیک های یخشکن به موقع بتونیم یک ارتباط خوب رو استارت بزنیم. در واقع این نیازمند این هست که به تک تک لحظاتی که مراجع وارد اتاق ما میشه عملا بتونیم براش برنامه داشته باشیم، با موقعیت‌های غیر مترقبه‌ای که ممکنه اتفاق بیفته بدونیم که در برابرش میتونیم چه عکس العمل‌هایی داشته باشیم و با یک نگاه همدلانه و درک مراجع تا جایی که مراجع به ما اعتماد بکنه بتونیم یک مصاحبه رسمی و حرفه‌ای رو در قالب پروتکل هایی که خدمتتون عرض خواهم کرد بتونیم انجام بدیم. این نیازمند این هست که دانشجویان ما قبل از این موضوع که وارد محیط درمانی بشن این موضوع رو تمرین کنن با مراجعین غیر رسمی و این توانمندی رو در خودشون افزایش بدن که بتونن مصاحبه خوبی رو شروع کنن،
ادامه بدن و به خوبی به پایان برسونن، از تکنیک ها بتونن به خوبی استفاده کنن، چجوری از سوالات باز و بسته استفاده کنن و اینکه بتونن اون بحث های تخصصی یک مسابقه بالینی، اجزای یک مسابقه بالینی رو استفاده کنن. من یه صحبتم داره طولانی میشه، سعی میکنیم کلیپ هایی که در کانال میذاریم بین هولوش 20 تا 30 دقیقه باشه و بابت این موضوع که دوستان خسته نشن بتونیم تنوع داشته باشیم و این آموزش رو به صورت گام به گام دنبال بکنیم. من یه خلاصه ای از اون برابر اون فهرست کتاب خودم خدمتتون بگم که در روزهای آینده بتونیم در موردشون صحبت کنیم. ما ابتدا وقتی از اجزای مصاحبه عبور کردیم میخوایم در مورد انواع مصاحبه بالینی صحبت کنیم، در مورد مراحل مصاحبه تشخیصی صحبت خواهیم کرد، اینکه چجوریه که رابطه درمانی خوب رو فراهم کنیم، بحث اینکه اون چه توانمندی های یک روانشناس و یک روان درمانگر باید داشته باشه برای انجام یک مصاحبه بالینی هدفمند، بحث ضروریت ها و تکنیک های مصاحبه رو خواهیم داشت در جلسات آتی و گذری میکنیم بر مقاومت ها و حل اون در روند مصاحبه و سعی میکنیم نگاهی کلی به بنیادها و اصول اولیه هم داشته باشیم. در روزهای آینده میتونیم اینها رو مصاحبه بالینی رو در 50 گام با هم دنبال بکنیم، گام هایی که هر کدوم از این گام ها نیازمند دونستن یک سری ریزکاری هاست که روانشناس و روان درمانگر باید با به کار بردن به موقع اونها بتونه یک مصاحبه خوب رو که مبتنی بر یک تشخیص درست باشه انجام بده. سعی میکنیم بعد از که مصاحبه رو به پایان بردیم بتونیم شروع کنیم به آموزش تک تک اختلالات روانی، اختلالات رو جز به جز صحبت کنیم. هدف خودم این هست که بعد از که شاید تارگت ما در خصوص کارگاه مصاحبه هولوش 10 تا 12 جلسه باشه، عملا بعدش میریم سراغ اختلالات شخصیت. اختلال شخصیت رو به صورت ریزبینانه جز به جز با هم مرور میکنیم به صورت کاربردی. هدف ما از اصلا برقراری این کانال و گذاشتن این آموزش ها این هست که این آموزش ها به زبان ساده و با رویکرد کاربردی، یعنی دانشجویی که این آموزش رو میبینه بتونه به حد اکثری در اتاق درمان استفاده کنه و بتونه از اون حالت سادگی و سلیس بودن مطالب، چه در اسلایدها و چه اون بحث بیانیش که من سعی میکنم به صورت خیلی ساده موضوعات رو بگم، دانشجو بتونه عملا کاربرد داشته باشه این مسائل براش در اتاق درمان. یعنی بیایم گذر کنیم از بله همه من در مورد این میگم، در مورد مصاحبه بالینی و مطالبی که میگم از کتاب‌های بسیار مهمی استفاده کردم، بحث کتاب اوتمر، کتاب فلگن، کتاب‌هایی که داخلی چاپ شده، اما بحثم این هست که ما بیایم همه این مسائل رو به صورت زبانی ساده و سلیس و کاربردی با مثال‌های گوناگون، با مثال‌های واقعی در خصوص این موضوع با دانشجویان متخصصین صحبت بکنیم و بتونیم این توانمندی رو در متخصصین علوم رفتاری بالا ببریم تا به هر حال منتج به یک تشخیص خوب، یک فرمولیشن خوب و در نهایت یک طرح درمانی مؤثر برای درمان اختلالات انشاءالله داشته باشیم. من صحبت رو کوتاه کنم.
خیلی خرسندم که تونستم در گام اول با شما دوستان همراه بشم. انشالله ما رو دنبال کنید در این پیوستار. سعی میکنیم با نظمی دقیق مطالب رو در کانال بذاریم تا اینکه دوستان بتونن استفاده کنن. وقت همه شما بخیر. آرزوی شادکامی و موفقیت برای همه شما دارم. درود بر شما. تا دیدار بعد. خدا نگهدار.